رسانه‌های آمریکایی در روزهای اخیر به جنگ روانی و دروغسازی در خصوص مسائل ایران روی آوردند. شبکه CNN ادعا کرده است 150 نفر روز گذشته در تهران کشته شدند. شبکه فاکس نیوز وابسته به وزارت دفاع آمریکا نیز مدعی شد پلیس ایران با هلیکوپتر بر سر کسانی که به خیابان‌ها آمده بودند اسید پاشیده است. وزیر خارجه انگلیس هم دیشب بار دیگر از اغتشاشگران حمایت کرد. آخه این مسلمانیه؟ نمیشه اسمش گفت مسلمان. واقعا متاسف شدیم و امیدوارم که با عواملش برخورد شدید و جدی بشه. اینایی که دارن بمبگذاری میکنن توی مساجد یا مراکزی مثل حرم حضرت امام خودشونو دارن در ناحیه مخالف امام قرار میدن. مسجد که خونه خداست، به مثلا خونه خدا رحم نکردن، اینا فردا میخوان بیان به ملت، به خونه های مردم چه رحم میکنن؟ وقتی به خونه خدا کسی رحم نمیکنه، به ما و ملت که دیگه هیچ اصلا رحم نمیکنه. اینا مردم نیستن. اینایی که مسجد آتیش میزنن، اینایی که مرقد امام بمب میذارن، اینا مردم نیستن. اصلا نه امنیت داریم بچه‌هامون رو کلاس ببریم، نه امنیت داره خانومم بره سر کار و موندیم واسه چیکار باید بکنیم. یه سری هستن منتظر یه چنین فرصتایی هستن. من فکر نمی‌کنم اون کار مردم باشه. مردم انقدر شعورشو دارن. کسی که این کارو میکنه انسان نیست، کسی که رحم نمیکنه، کسی که الان آیا اون کسی که زده مغازه ما رو اینجوری کرده به این فکر کرده که 3 تا خانواده رو از نون خوردن انداخته، طرفدار کی میتونه باشه؟ این طرفدار هیچ کی نیست، این انسان نیست. تمام پارچه هر چی داشتم، ماشینالات هر چی داشتم، زخم فرود و ریخته هر چی داشتم از بین رفته. این تمام زندگی من همین بود. آتیش زدم ما چون شلنگ آب داشتیم خودمون خاموش کردیم اون تا شیشه‌هامون کاملا خورد شد. فلج شد آقا، همه کاسبی‌ها فلج شدن. دیدیم که از این کوکتل مولوتوفا انداختن، مغازه آتیش گرفت. واقعا هیچ کاری هم در پیش نمیبرند، فقط غیر از این که مردم زندگی روزمرهشون به سختی داره میگذره و خیلی مشکل شده. موتور ما رو که آتیش زدن، حالا واقعا این برای بگید اتوبوس رو سمت راست. خیلی ها احساس ناامنی به اصطلاح در کار و کسبشون هم میکنن. من الان خودم جایی کار دارم، بچه‌ها میگفتن نرو، میترسم بکشن ما هم بمونیم بی سر برم. من که میگم این درگیری اصلا ربطی به انتخابات و اینا نداره، یا مش منافق و مجاهد و اینا ریختن
با این مش عرض لوباش شیشه ها رو میارن پایین، بانک‌ها رو. واقعا اصلا اینا خود مردم نیستن، مردم عادی نیستن، اینا یه سری ریختن که فقط مملکتو آشوب را بندازن و کار دیگه نمیتونن بکنن. واقعا زن بچه مردم امنیت ندارن بخوام برن بیرون. همه نگرانن، بچه‌هامون میان بیرون، همش استراب داریم که الان تو خیابون چه خبره، چه اتفاقی قراره بیفته. یه عده‌ای حتما تو اینا رخنه کردن و اونا رو باید پیدا کنن، منشأ اون رو باید پیدا کنن. ما از نیروی انتظامی خواهشمندیم که قاطعانه در مقابل این اغتشاشگران و اینایی که واقعا اموال عمومی رو به آتش میکشن بیسته، چون اینا فرصت طلبن و هیچ جزء این مردم عادی نیستن. به تمام ملت بگم و به تمام اونایی که اغتشاشگرن، همه چیز در سایه امنیت فقط تشکیل میشه، اینو بدونن. این دول خارجی مثل امریکا، مثل نمیدونم فرانسه، مثل انگلیس، اینا سالیان سال با ما دشمنی دارن. باید بدونن مردم فقط در سایه امنیتی که همه چیز برقرار میشه. باید قاطعانه باشون برخورد کرد. به نظر من باید برخورد قانونی بشه دیگه، جلوشو بگیرن. نظر من اینه که اینا به هیچ جام نمیرسن. دوست دارن ریشه ما رو بزنن، همونطور که الان دارن عراق و نفتشو میبرن، چه میدونم افغانستان رو دارن قلاقم میکنن، میخوان واسه ما دهناشون بازه. ولی ملت ما هوشیارن، هم به این کارا نمیرن.